در زمان حضرت داود علیه السلام زمانی پیش میگه ملائکه ها آشکار می آمدن در بین مردم می دیدنشون. در زمان حضرت داود علیه السلام روز میگه حضرت عزرائیل در مجلس اونها اشتراک کرد و در کنار حضرت داود علیه السلام میگه یک جوانی خیلی زیبای نشسته بود. حضرت عزرائیل علیه السلام به سوی این جوان میگه بسیار به حیرت یعنی تعجب آور نگاه کرد. از این نگاه یعنی حضرت داود علیه السلام میگه در خیف افتاد، یعنی که ترسید که به چی خاطر که این امتی من تعجب آور عزرائیل نگاه دارد. بعد از اون مجلس به پایان رسید. حضرت داود علیه السلام پرسید حضرت عزرائیل گفت به چی خاطر این امتی من تعجب آور نگاه داره؟ حضرت عزرائیل علیه السلام گفت که این امتی تو گفت بسیار جوان صالح خوب و بسیار جوان زیبا، اما رشته عمرش به پایان رسید. از خداوند من امر کرده است باید که یک هفته پس یا چند روز پس 2 روز پس باید قبض روح کنم، جانش بگیرم. گفت دیلم به این شخصیت سوخت، این قدر جوان و زیبا است، خداوند من امر کرد یعنی 2 روز پس جانش میگیرم. قصه کوتاه حضرت داود میگه بسیار غمگین شد، ناراحت شد از شنیدن این سخن. بعد از آن میگه اون روز گذشت. حضرت داود میگه در فکر افتاد آیا این جوان من خبر کنم نکنم، خبرش کنم زیغ میشود جوان است خبرش نکنم. حضرت خودش بسیار غمگین بود. میگه این روز گذشت، روزی دوم گذشت، روزی سوم گذشت و جوان در مجلس اشتراک داره، نمرده است. قصه کوتاه اون هفته گذشت و جوان نمیمره، زنده است. بعد از اون یک هفته پس میگه دوباره حضرت عزرائیل علیه السلام گذرش افتاد در همین مجلس آمد. بعد از اون حضرت داود پرسید ای عزرائیل شما گفته این امتی تو را 2 روز پس یعنی وقتش به پایان میرسه قبض روحش میکنم، این یک هفته شده از زنده هست. حضرت عزرائیل علیه السلام گفتن که همون لحظه ای که یعنی من از مکانم پایان شدم برای قبض روح این می آمدم، این از خانه بیرون شد به مجلس شما می آمد. در راه آمدن در بین راه یک گدای بود، یک انسان کلبنده بود. اون گدا با سوی ای گفت که ای جوان زیبا، گفت به حق خدا یگان چیز برای من صدقه کن، یگان چیز برای من بوده. این جوان گفت در جیبه کش 20 دینار داشت، 20 تنگه داشت. گفت برآوردم اون 20 دینار را، خواست که بعض شب بتم، خواست که همه شب بتیم. یعنی به خلاصه برآمد که جوان گفت که این یعنی گدا پرسید که به حق خدا، وقتی که به حق خدا باشه من باید یگان چیز نگیرم. بعد از اون گفت همون 20 درهم به خاطر خدا صدقه کرده همون گدا. همون لحظه ای که 20 درهم به حق خدا صدقه کرد، خداوند من امر کرد که یا ملک الموت، گفت ای ملک الموت در هر یک درهمش 1 سال دیگه عمری را دراز کردم.